سلام دوستان، خیلی خوش اومدین به ویدیو جدید. توی این ویدیو قرار یاد بگیریم چطور خودمون رو به انگلیسی معرفی کنیم. این جملات برای افراد مبتدی خیلی کاربردی هستن. پس با من تا آخر ویدیو همراه باشین. Hello, my name is Elsa. یا I'm Elsa. بچه برای اینکه اسمتون رو بگید هم میتونید بگید my name is، هم میتونید بگید I'm. بعد اسمتون رو بگین. I'm 15. من 15 سالمه. سنتون رو میگین age. I'm from Iran. من اهل کشور ایران هستم. I live in Tehran. من زندگی میکنم در تهران. I'm a student. من دانش آموز هستم. There are 3 people in my family. یعنی 3 نفر تو خانواده من هستن. For example, mom, dad, brother or mom, dad, sister. شروع میکنین ویژگی های ظاهری، ویژگی های اخلاقیتون رو میگین. For example, I'm friendly. من صمیمی هستم. I'm creative. من خلاق هستم. I'm confident. من با اعتماد به نفس هستم. بعد ویژگی ظاهری رو میگیم. For example, I'm tall. من قدم بلنده. I'm thin. من لاغرم. بچه‌ها براتون یه لیستی آماده کردم از ویژگی‌های اخلاقی، ویژگی‌های ظاهری براتون میذارم که میتونید توی جملات ازشون استفاده کنید. We've been waiting for so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any. بریم سراغ مورد علاقه ها. مورد علاقه میشه favorite. رنگ مورد علاقه، غذای مورد علاقه، حیوان مورد علاقه، میوه فصل، هر چیزی که دوست دارین رو میتونین با favorite جمله بسازین. میخوام بگم رنگ مورد علاقه من هست آبی. My favorite color is blue. بچه color میشه رنگ. غذای مورد علاقه من هست پاستا. My favorite food is pasta. حیوانای مورد علاقه من هستن گربه و خرگوش. My favorite animals are cat and rabbit. بچه چون 2 تا بیشتر از یه دونن تو فارسی ما ها میاریم برای جمع، کلمه های جمع. پس اینجا اس دادم به animal. هر کلمه که جمع بود بیشتر از یه دونه بود اس میدین. Animals are. بریم سراغ سرگرمی. بچه سرگرمی میشه هابی. هابی. سرگرمی من یادگیری زبان انگلیسی. میگم My hobby is learning English. ممکنه که چند تا سرگرمی داشته باشه. در اون صورت باید بگه My hobbies are. چون چند تا به هابی اسم میده، همون های خودمون تو فارسی، و are میاره جمعه. My hobbies are learning English, playing football, swimming. بریم سراغ free time. اوقات فراغت، وقت اضافه. چه کارایی انجام میدم؟ In my free time, I listen to music. من به موزیک گوش میدم. I read books. کتاب میخونم. I watch movies. و فیلم تماشا میکنم. بریم سراغ کارهایی که دوست داریم انجام بدیم. Like میشه دوست داشتن. من دوست دارم کیک بپزم. I like baking cakes. یا من دوست دارم آشپزی کنم. I like cooking. من دوست دارم با دوستان وقت بگذرونم. I like spending time with my friends. Spending time میشه وقت گذروندن. بچه تو کارهایی که مهارت دارین، کارهایی که بلدین انجام بدین رو هم بگین تو معرفی خودتون. میشه I'm good at. مثلا من توی طراحی سیاه قلم و شنا کردن مهارت دارم. میگم I'm good at drawing and swimming. و در آخر بگین که دوست دارین در آینده چی کاره بشین. I want to be a teacher. Want میشه خواستن. من میخوام بشم یک معلم. I want to be a teacher. بچه یادگیری زبان با تمرین اتفاق میفته. پس حتما جمله های امروز رو چند بار تکرار کنین و مثالای جدیدی بسازین. اگه میخواین ویدیوهای بیشتری ببینین حتما کانال رو سابسکرایب کنین تا ویدیوی بعدی مراقب خودتون باشین.